اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بر هر درودی 10 رحمت نازل می شود و بر هر درودی 10 گناه معاف می گردد، 10 نیکی نوشته می شود و 10 درجه انسان ارتقا می یابد. و حضرت رسول فرمود در آخرت روز قیامت ان اول الناس بی اکثرهم علی الصلاة، نزدیکترین انسان به من روز قیامت کسی که بیشتر درود خونده، بیشتر بر من صلوات فرستاده. لذا مکررا درود بفرستید. اللهم صل علی سیدنا محمد و علی آل محمد. با شوق و ذوق و استحضار عظمت رسول الله و محبت رسول الله و احسانات حضرت رسول الله انسان درود بخواند. اللهم صل علی سیدنا محمد و علی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي سروران گرامی، در ماه مبارکی قرار داریم، ماه رجب. می‌دانید که در تقویم اسلامی ماه رجب از ماه‌های حرام به معنای محترم، ماه‌های با حرمت هست. 4 تا ماه در تقویم اسلامی اشهر الحرم گفته می‌شوند. یکی رجبه که در این طرف افتاده و 3 تایش پی در پی هستند و اونها هستند محرم و ذوالقعده و ذوالحجه و محرم. و ما در آخر ماه رجب قرار داریم که در یک روایتی و روش صالحین هم همین بوده که می گفتند وقتی رجب می رسید یا الله بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. به ماه رمضان چیزی حدود 32 روز بیشتر باقی، 33 روز بیشتر باقی نمانده است. امیدواریم که انشاءالله الله تعالی همه را حیات موفقیت آمیزی نصیب کند که رمضان را استقبال نماییم. اللهم درود بخونیم باز هم. اللهم صل علی. در ماه رجب سروران گرامی و مخصوصا این روزها طبق بعضی اقوال مشهور مورخین واقعه بزرگی اتفاق افتاد که در تاریخ اسلامی، تاریخ اسلام واقعه بسیار بزرگ و آموزنده‌ای هست. اون واقعه معراج حضرت رسول صلی الله علیه و سلمه. اهل علم می‌دانند که بعضی‌ها ربیع الاول و ربیع الثانی گفتند، اما قول معروفی را که حافظ مقدسی که یکی از بزرگان تاریخ هست و محدث است، ایشون مورخ و محدث، ایشون 27 رجب یعنی گویا امشب و فردا دیگه. لذا این جلسه مصادف گشته هم با روز جمعه و جلسه ای که به مناسبت فارغ التحصیلی هم هست و هم نماز جمعه و هم ماه رجب، ماه با حرمت، و هم در نزدیکی های رمضان، و هم به این ویژگی را داره که بعد از یک فترت و بعد از یک وقفه این جلسه برگزار می شود. به دلیل کرونا و دلایل دیگر وقفه ایجاد شد که این جلسه به شکل خاصی 1-2 روزی در وسط هفته برگزار می شد و خیلی با شکوه. امیدواریم انشاءالله آینده های نزدیک انشاءالله همون شکوه سابق تکرار شود به اذن الله. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.
اما واقع معراج سروران عزیز پیشینه‌اش چه بود و چه درسهایی داشت و چه مزیتی؟ در این خصوص باید اندیشیده بشه، فکر بشه، مطالعه بشه. یه واقعه بزرگ. جریان از اینجا شروع شد که حضرت رسول زمانی که در مکه مکرمه بود و دعوت به اسلام میکرد، شب و روز حضرت رسول صلی الله علیه و سلم در دعوت توحید، یکتا پرستی، تبلیغ الوهیت الله، ربوبیت الله، متوجه کردن به سوی الله صرف میشد. و معروفه که حضرت رسول با چه سختی های روبرو بود، با چه شکنجه های خود و اصحابش که تعدادشون اون وقت زیاد نبود. حضرت رسول صلی الله علیه و سلم در راستای دعوت به الله، دعوت الی الله، وقتی انکار دید در قریش، مخصوصا زمانی که ابو طالب از دنیا رحلت کرد، یه پشتیبان خوبی بود، عموی رسول الله بود، سینه‌اش را سپر کرده بود و قریش جرأت نداشتند که اقدام سختی علیه حضرت رسول صلی الله علیه و سلم انجام بدن و تصمیم سختی بگیرند. اما وقتی ابو طالب از دنیا رحلت کرد، مخالفت قریش تشدید شد و حتی اون روز را هم تاریخ یادداشت کرده و در سیره نبوی فراموش نمی شود که یک قریش نادان، یک نادان قریشی خاک برداشت و بر سر حضرت رسول صلی الله علیه و سلم پاشید و وقایع مشابهی، برخوردهای مشابهی تکرار می شد. حضرت رسول صلی الله علیه و سلم به فکر فرو رفت. اطلاعاتی داشت که در شهر طایف، شهری نزدیک مکه مکرمه است، اون زمان 75 میل فاصله داشت. راه حالا کجی راه دور شده، حالا راه درست شده، پیچ ها را دور کردن. 80 کیلومتر بیشتر نیست طایف. و این طایف یک مرکز فرهنگی بود. چرا رسول الله طایف اختیار کرد؟ یک مرکز فرهنگی بود. دیگه اینکه رسول صلی الله علیه و سلم از بنی سعد شیر خورده بود و اونا نزدیک طایف سکونت داشتند. روابط هم بین طایف و بین قریش بود، رقابت هم بود و روابط هم بود. قریش مکه، قریش هبل را عبادت میکردند و طایفی ها لات را. و یه رقابتی هم بود، رقابت بر سر حتی کعبه بود، رقابت طایفی بود، رقابت اقتصادی هم بود، رقابت نژادی هم بود. مردم طایف مردم متنعم و خوشگذران بودند. مشهوره که اهل حجاز، اهل مکه بر علاقشون رو به اصطلاح و تابستانشان را به طایف می رفتند و اونجا خوشگذرانی می کردند. و شخصیت های معروفی بود، طبیبانی اونجا بودند مانند حارس، شخصیت های اجتماعی مانند عروه ابن مسعود، شاعران معروف و سخنورانی مانند امیه ابن سلط. حضرت صلی الله علیه و سلم به این فکر اینا مردمی فهمیده هستند، درک دارند و اینجا بی‌مهری صورت میگیرد، برم دعوت را به اونها عرضه کنم، شاید یکی از آنها بپذیرد. و وقتی اون
اونا پذیرفتند شاید تأثیر گذار باشد بر مردم مکه. به همین خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم طائف را که سومین شهر آن دیار بود، یعنی مکه مدینه، و سومیش طائف بود و نزدیکم بود، رسول الله ترجیح داد که اینجا برود. اما آنجا چه برخوردی صورت گرفت این را زیاد شنیدید، بیشتر تو کتاب تبلیغی ما تعلیم میشه که سرداران چه برخوردی کردند، چه بی‌اعتنایی. علتش چی بود؟ روانشناسان و جامعه شناسان میگویند یکی همون تنعم و پولداری بود. زان که هستی سخت مستی آورد، عقل را از سر یا از دل برد. هستی ها مستی می آورند. غرور، تکبر بود. منطقهشون پیش رفته بود، تحقیر میکردن دیگران را. بالاخره به هر علت بود رسول الله مورد آزمایش جدیدی قرار گرفت. یکی میگفت حرف نمیزنم، یکی گفت خدا دیگه بهتر شخصی را از تو ندیده، تو را فرستاده. یکی انکار کرد، یکی تکذیب کرد. مردم معروف به مهمان نوازی بودند، اما چقدر بی‌عطوفتی از خود نشان دادند، بی‌مهری و چقدر خشونت که تصمیم بدی گرفتند که در راهی که رسول الله برمیگردد اکرام نکردند، ضیافت نکردند، بچهای خود را صف کردند، جوانان خود را صف کردند، سنگ به دستشون دادند، آموزش دادند که توهینش کنید، بد و بیراهش بگویید، سنگ پرتاب کنید و هرچی تو دهانتون آمد کم نیاورید. و حضرت صلی الله علیه و سلم وقتی یک قدم میگذاشت سنگ میافتاد و خون آلود شد حضرت رسول صلی الله علیه و سلم. تصور بفرمایید چقدر مورد مسخره، چقدر مورد استهزاء، تحقیر، ضرب و شتم قرار گرفته. کیه؟ رحمت للعالمین، کیه؟ امام الانبیاء والمرسلین، محمد رسول الله، پیامبر نازنینه. سبحان الله. توجه کنید، درس ها هست تو این داستان. سروران عزیز، رسول صلی الله علیه و سلم وقتی فاصله گرفت به گوشه ای رفت که وارد باغی شد، مورد اکرام قرار گرفت که یک قریشی بود، به غلامش دستور داده بود. و بعد حضرت صلی الله علیه و سلم در گوشه ای متوجه الله شد، متوجه خالق شد، متوجه مولای شد. دل شکسته، دقت فرمایید، دل شکسته، خاطر پریشانه، افق روشنی ظاهرا در ظاهر نمیبینند. اینجا کلماتی بر زبان می آورد که زمین و آسمان تکان میخورند. تو عالم دل شکستگی، تو عالم انکسار، دعا عجب طعمی دارد و دعا عجب ارزشی دارد و چقدر الله تعالی متوجه این انسان می شود که در این چنین شرایطی الله را یاد کند. معمولا اینجوری عزیزان تاریخ به ما میگوید خیلی مردم در مقابل فشارها، در مقابل سختیها مواضعی اختیار میکنند. چیه اون مواضع؟ ناامید میشوند. یأس. اقبال میگه یأس نباید باشه. ناامیدی همچو گور افشاردد، گرچه الوندی ز پا می آردد. کوه الوند نباشی به زمین میافتی. ترس، دومین چیزی که غالب میشه ترسه و مخالف کاری میکنه که طرف بترسه. اقبال شعر اقبال کمک میگه، میگه دشمنت ترسان اگر بیند تو را، در خیابانت چو گل چیند تو را. مواظب باش. و بدتر از این صورت میگیرد علیاذ بالله. اون چیه؟ لحوق بالباطل، یعنی به باطل ملحق میشه، ترک میکنه موقفشه، دوچار تردید میشه، دوچار شک میشه و رفته به باطل ملحق میشه و علیاذ بالله سو ارتداد گاهی صورت میگیرد، یعنی کلا از جاده خارج میشود، موافق مخالف میگردد. درودی بخونیم. اللهم صل. اما آن شخصی که ایمان دارد به الله، به قدرت لا یزال الله، بیفعل ما یشاء الله، بیحکم ما یریدی الله،
حاکم است و یفعل الله ما یشاء، کوز عین درد انگیزد دوا. اونی که متکی است به حسبنا الله و نعم الوکیل. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل. کافیم بی، مولانا این را تو شعر میگه، کافیم بینان تو را سیری دهم، بی سپاه و لشکرت میری دهم. کافیم دیدم تو را من جمله خیر، بی سبب بی واسطه یاری غیر. بی کتاب و اوستا تعلیم دهم، بی بهار و نرگس، بی بهارت نرگس و نسرین دهم. من قدرت دارم، الله قدرت داره، ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم با چه کلماتی الله را میخواند. کلماتش را دقت کنید، دعایش مقداری طولانی، من 2-3 کلمه میخونم. اللهم انی اشکو الیک، یا الله من به تو شکایت میآورم. اللهم انی اشکو الیک ضعف قوتی، من بیشک توانم محدوده ولی تو که توانمندی. و قلت حیلتی، یا الله من بیچارگی خود را، کمچارگی خود را پیش تو عرضه میکنم. تدبیرهایم به سنگ خورده، دوچار بنبست هستم ولی تو قادری پیش تو بنبست نیست. و هوانی علی الناس، من مورد حقارت تحقیر اینان قرار گرفتم، احساس سبکی میکنم. آخرش میفرماید یا الله اگر تو راضی نیستی هیچ باکی ندارم، رحمت تو وسیعه، من به نور چهره تو یا الله، به وسیله نور چهره تو به تو پناهنده میشم و از تو میخواهم. و این دعا که مشهور و معروفه، چند کلمه ابتدایش عرض خوندم، اینجا بود که رحمت الهی به جوش آمد. بله رحمت الله به جوش بیاد وقتی انسان دل شکسته امیدوار باشد، توکل بر الله کند، توجه به سوی الله کند، الله را تذکر، الله را یاد کند، تضرع، تحرک، توجه به الله، رحمت الله را به جوش می آورد. و الله تعالی رحمتش وقتی متوجه شد، سروران عزیز کلا اوضاع متحول می شوند. و اینجا بود که فرشته کوه آمد، گفت از جانب الله دستور رسیده، فقط اجازه بدید من طائف را بین 2 کوه آسیاب کنم، خرد کنم. اما رسول اکرم چه فرمود؟ عفو، کرم، تحمل، کینه توزی نیست، دلسردی نیست، یأس هم نیست، ترس هم نیست، ترک موضع هم نیست. میگوید نه من دوست دارم شاید اینها یکی از اینها مسلمان بشه، اینها مسلمان بشن، افرادی پیدا بشن که لا اله الا الله، یک الله را عبادت کنن. عزیزی مطلبی فرستاده بود، الله جزای خیرش بده، که جنرال پرویز مشرف میدونی چند روز پیش فوت کرد. خب همه شما اونایی که مطلعند اخبار رو دنبال میکنن شنیدن، بعضیا خوش شدند، ولی اونی که تو جریان بود مولانا عبدالله رحمت الله حفظه الله، برادر دکتر عبدالرشید غازی، که جنرال پرویز مشرف چقدر ظلم کرد که تو این قرن شاید یک کربلایی تکرار شده بود اونجا بر زنان، اونم بر زنان بیدپا، دختران دانش آموز، طالبات، معلمات. این شخص برادر شهید میشه، پدر شهید میشه، فرزند شهید میشه، ولی میگوید که ما باید اخلاق نبوی داشته باشیم، اخلاق خدایی داشته باشیم، ما عفو کردیم عفو میکنیم. انسانهای خوب کینه توز نمیشوند و موقف را و موضع خوب را هم رها نمی کنند و بر جاده مستقیم پایدار ماندگار میمانند. برادر رسول الله فرمود نه من امیدوار هستم. اینجا بود که ولی الله تبارک و تعالی خواست که آن حضرت را ارتقا بدهد. سروران مشکلات ارتقا می آورند اگر انسان صبر کند، اگر انسان شکیبایی را اختیار کند، اگر انسان راه الله را ترک نکند و متوجه الله باشه و مخلص باشه و متکی به الله باشه، الله لطف میکند.
این را که الله تبارک و تعالی خاص رسول صلی الله علیه و سلم را اکرام کند، مورد الطاف قرار بدهد. علامه سید ابوالحسن عجیب تعبیراتی داره، سه تایش من انتخاب کردم. ضیافت کریمت من الله، این یک مهمان نوازی از جانب الله بود برای رسولش. تسلیت و جبر للخاطر، خواست تسلی بده و جبران کنه خاطرش، تسکین بدهد. سه تعویض اما لقیه فی الطائف، طائفیه برخورد بد کردن، ای محمد تو شایسته اکرامی، تو ناراحت نباش، تو دل شکسته مشو، تو در آسمان جایگاه داری، تو در قلوب انبیا جایگاه داری، تو در ملأ اعلی جایگاه داری، تو تحمل کردی سختی را. عزیزان گرامی، عزیزان طلاب، فارغ التحصیلانی که شما وارد جامعه می شوید و در آستانه خدمت دین قرار گرفته اید و به همین منظور خونده اید، هرگاه تحمل شد، هرگاه توکل شد، هرگاه تصبر صبر شد، هرگاه توجه به الله شد. مولانا تو مثلا عجب میفرماید، زین سبب بر انبیا رنج و شکست از همه خلق جهان افزون تر است. تازه جانها جانشان شد ضبط تر که ندیدند آن بلا قومی دگر. از کرم دانین که میترساندد تا به ملک ایمنی بنشاندد. یعنی اگر مشکلات آمد، اگر ترسها آمد، فشارها آمد مسلمان در زندگیت، امتحانات آمد، آزمایش آمد، از کرم دان، تو اون جانب را نگاه کن، معنا را نگاه کن. در مصیبت ها معنایی را پیدا کن، در مشکلات معنایی را پیدا کن. اون چیه معنی؟ رضای الله و موفقیت اهل حق و پیروزی حق بر باطل و ثمرات خوب مجاهدت ها. از کرم دان این که میترساندد تا به ملک ایمنی بنشاندد. لذا الله تعالی رسولش را به آسمان میبرد. درود بخونید. و قصه معراج خوندید که چی میشود؟ جبرئیل حاضر میشود، رسول الله صلی الله علیه وسلم در مکه مکرمه است. از مکه مکرمه حضرت رسول سوار بر اون سواری مرکب خاص ویژه‌ای که براق نامیده می شود در بعضی روایات ها، از اونجا به مسجد الاقصی می رود و بیت المقدس، و از بیت المقدس اونجا تحیت المسجد می خواند. بعد جبریل یک پله‌ای می آورد، نردبانی پله‌ای می آورد، بگوی آسانسور آسمانی ماشاءالله، بدون اینکه با دستگاهی واصل باشه، فقط به اذن الله وصله، به حکم الله وصله. از اینجا حضرت رسول به آسمان ها می رود. در هر آسمانی با پیغمبران الهی ملاقات می کند. پیغمبران تبریک نبوت عرضه می دارند. چقدر سرور، چقدر خوشحالی این سفر مبارک انجام گرفت. اینه که ضیافت کریمه. در آسمان ششم حضرت موسی را ملاقات و در هفتم ابراهیم جد امجدش را ملاقات می کند. بیت المعمور را رسول صلی الله علیه و سلم می بیند و اون قلم هایی که تقدیرها را می نویسند، اون صدای قلم ها را می شنود. بیت المعمور جایز که 70,000 فرشته هر روز داخل می شوند و نوبت دیگه به اونها نمی رسد. سدرت المنتهی را می بیند، جبریل در شکل اصلیش می بیند با 600 بال پرواز. و حضرت صلی الله علیه و سلم به ملاقات پروردگار مشرف می شود، جایگاه می یابد. این علامه سید ابوالحسن و بعضی از سیر نویسان میگن این در حقیقت یه ضیافتی بود، دلجویی محمد رسول الله از طرف الله. هر کسی برای پیامهای رساندن و تبلیغ پیامهای الله بکوشد، حق را برساند، توحید را برساند، پیامهای پیامبر را برساند، الله او را مورد الطاف بیشمار بی حساب بالای تصور قرار میدهد. و رسول صلی الله علیه وسلم از اونجا وقتی برمیگردد، توجه فرمایید، من صحبتم را خلاصه میکنم. رسول صلی الله علیه وسلم، نگاه کنید، شما میرید به یک شهری و یکی از سنت هم هست، میگن وقتی برگشتید به خونه یه چیزی بیاورید. شما میرید به حج تسبیحی میآورید، شما میرید به عمره بالاخره از زمزمی میآورید، حج تسبیحی میآورید، جانمازی میآورید، به شهری میرید اونجا تحفه سوغاتی. اما رسول چه سوغاتی بیاورد؟
حضرت امت را دوست دارد. فرمود من برای شما به منزله والد برای ولد هستم. حضرت این امت را دوست دارد، شما را دوست دارد، بعدی ها را دوست دارد. فرمود کاش من برادران خود را می دیدم. صحابه عرض کردند یا رسول الله مگر ما کی هستیم؟ فرمود شما اصحاب من هستید، برادران من اونها هستند که مرا ندیدند و به من ایمان می آورند. چقدر درجه بزرگیه. صلواتی بفرستید. اللهم صل علی سیدنا محمد و آل محمد. چه تحفه‌ای باید بیاورد؟ یه تحفه ماندگار که کلید فتوحات دین و دنیا هست. اون نماز را رسول الله می آورد. 50 نماز که بعد به توصیه حضرت موسی این 50 نماز به 5 تقلیل می یابند که بر ما فرض عین هستند، بر هر مسلمانی. سروران عزیز، این تحفه را برای تک تک نان زمان تنها، اگر یه تحفه موقتی بود مال صحابه بود، این برای ما، برای همه امت، برای بعدی هست. نماز را قدر بدانیم، نماز را ضایع نکنیم. فرزندان ما نماز بخوانند. همه انبیا نماز خوندند، همه انبیا آرزو کردند برای فرزندانشان نماز راست. جد انبیا حضرت ابراهیم میگوید رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی ربنا و تقبل دعا. نماز آورد. آیا ما نماز را چقدر قدر میدانیم؟ نماز یعنی کل دین. نماز آمد دین میاد. الصلاة عماد الدین، من اقامها فقد اقام الدین و من هدمها فقد هدم الدین. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه امیر المؤمنین در زمان خلافتش بخشنامه ای که مفاد آن این بود و مطلب آن این بود نوشت ان اهم امورکم عندی الصلاة. از همه کارهایتان مهمتر نماز است. فمن حفظها و حافظ علیها حفظ دینه و من زیها فهو از ما سواها ازیا. کسی که نماز را حفاظت کرد، دین را حفاظت کرد، کسی نماز را برباد داد، کسی نماز را ضایع کرد، بدانید حق مردم را ضایع می کند. اگر فرزندت، اگر دامادت، اگر عروست، اگر فرد خانوادت، شریک کارت، شاگرد مغازت، اگر نماز را ضایع کرد، بدانید که او همه چیز را ضایع می کند. نماز است که انسان را در جاده مستقیم قرار می دهد. و بعدم از کلمات علامه سید ابوالحسن استعاره بگیرم، میگوید که در یه فلسفه هم داشت معراج رسول الله که رسول صلی الله علیه و سلم امام المشرقین و المغربین است. دیگه دین یهود منسوخ شده، دین نصرانیت منسوخ شده. رسول الله رحمت للعالمین و امتش آخرین امته و امت باید راه رسول الله را ادامه دهد و در میان امت خواص امت طلاب علما باید راه رسول الله ادامه بدن. راه رسول الله چیه؟ دعوت الله، جهاد فی سبیل الله و اون 4 وظیفه‌ای که در 4 جای قرآن آمده. 2 جا در سوره بقره، 1 جا در سوره آل عمران و من آن را خوندم که در سوره جمعه بود. فرمود هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته. طلاب عزیز، فارغ التحصیلان عزیز، علماء مکرم، اوصی نفسی و ایاکم، این 4 کار در میان امت باید با قوت، با برنامه ریزی، با دقت باید انجام بگیره. 1 تلاوت آیات به طرز صحیح بر امت و افراد امت، زن و مرد و هر قشر، هر طبقه، جوان، دانشجو، دانشگاه، یتلو علیهم آیاتی و یزکیهم. تزکیه امت باید صورت بگیرد با شرایط و قواعد و قوانین و طبق تجربه هایی که رسیده و تعلیم کتاب و تعلیم حکمت کمان حدیث رسول الله هستند. آنگاه است که دنیا انشاءالله دوباره گلزار می شود. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.